Assalomu alaykum tanıdığınız salomat xonadon bاشید. در کامنتاری‌های در ویدیوی من ادوبی تاجیکانا رو رعایت کنید التماس. کسانی که ادوبی تاجیکانا رعایت نمیکنن من جاش بلاک میکنم. این سایت من است، من صاحب سایت هستم. کسی رو خواهم کامنتاریش میستد، کسی رو که خواهم کامنتاریش رو بلاک میکنم. خب سخنی خوب نویسید. کسی که سخنی قبیح مینویسد، کسی که گپ‌های بی‌معنی مینویسد یا اینکه بی سلام گپ رو آغاز میکند من جاش رو بلاک میکنم. ادوبی تاجیکانا چی است؟ اول سلام علیکم. بعد گوید که اپا جان یا معلم جان با پیش گوید. یعنی خیلی چی میمونه در این کامنتری من آدما میخوانند و میگن که رحمت به شما، لذت میبرن. الان سخنهایی که ناجا مینویسید که مثال یک تاش روز چی نویسته ابره دفشه مرا نویسه که در کامنتری که ابره دفشه این گونه چی سخنها رو من بلاک میکنم، تمامی چی نمیگم من. گپایی که ناجا است که بلاک زنده باشد. این رحمت الله تعالی است. نه ببینید که در این کامنتری ها بلاک هست که آدم بلاک میکنه، آدم عصبش جوش میسته ویران نمیشه. من اول فکر میکردم که چه به این نخی مینویسم، بعد گفتم که میسه ویران کرده فیروزه خان گیر بلاک شون کن. من بلاک میکنم کسی که گپای ناجا مینویسه، کسی که رکلام مینویسه بلاک میکنم. این سایت من برای رکلام کردن نیست، اینجا یگان چه رکلام کردن. خب بلاک میکنم. برای همین آداب تاجیکانه رو رعایت کنید. همتان عزیز، تاجیکایمون تاج بر سر هستن، لیکن با سواد و با معرفت و با دانشمون تاج بر سر هستیم. با خیلی سخن‌های ناجویمون، با این رکلام‌های بیجویمون در خانه بیگانه در اومده رکلام کرده، خانه بیگانه در اومده سخن قبیح گفتن، این از آداب تاجیکانه‌مون نیستن. ما رو پدر مادرمون همین گونه تعلیم تربیت دادن که گپی خانه رو به بیرون بر، گپی بیرون رو به خانه نیار. ما از گپی بیرون به خانه گپای اینجورات ما قبول نداریم. بلاک زنده باشه انشالله. فهمیدین؟ سخنا به جا نزنید. یک سخن دانسته بود و دوست رو دشمن نشمرید. شما سخناتون رو دانسته میگین، من شما رو همچون دشمن میحسابم که شما دشمنی من هستین، من از نمیبینین. آدم نمیدگی یک میگه که اپا جان رحمت قدم مهنت شما میکنین دست خودتون در رو نبیند. این کجا میسته و گپای نوجو برادفشه کجا میسته. کسی که من سخنان قبیح میگه که آدمو دشمنی چی میگن باطینی من هست که من رو نمیبینم. باطینن و پنهانن. فهمیدین؟ ظاهرانه میبینی آدمی که بدی کرده احساس میگه طوری راست که من تو میکشم یا که این کار میکنم. این دشمنای ظاهری ان. اینا که خمینه انسان گپای بیجا کنه دشمنای باطینی ان، اینا پنهانی ان. اینا رو من نمیبینم، لیکن حس میکنم که اینا مرا بد میبینن. شما که برای که بد نمیدگی باشین سخنی خوب مینویسین که معلمه اپا با پیش توجیکسون با پیش بلاک زنده باشه. این رحمت الله که در این کامنتاری در این سایت ما چی هست بلاک جاش رو بلاک میکنی آدم دیگه به دائمی میره و دیگه دستش دیگه نمیبیه که یگانچی نویسه. خب برای من احتیاط کنین سخنان نجا ننویسین و آداب تاجیکانه رو رعایت کنین. من کامنتاری شما رو دلیل نمیکنم. آداب تاجیکانه رو کردن نشده من جاش رو بلاک میکنم. آداب تاجیکانه چی است؟ السلام علیکم، اپا جان با پیش زنده باشید، برکت یابید. همین گونه چیزای شما میسته در همین سایت کامنتاری شما. غیر این بلاک می ندارم شما.